در گذر از ظلمت به تاریکی برای ایجاد هر تغییر و تحولی در ابتدا باید که به مقام فنای نفس رسید. وقتی هر اون چیزی که داریم و هر چیزی که متعلق به خودمون میدونیم رو از آن خداوند بدونیم، نه از آن خودمون، میتونیم به مقام فنای نفس دست پیدا بکنیم. فنای نفس موجب پاک شدن روان میشه و غرور رو از انسان دور میکنه. فربه بودن نفس مانع گذر ما از پورتال نور میشه و به راحتی نمیتونیم که از ظلمت به ملکوت قدم بگذاریم. نامی که مراقبه اشراقی امروز رو باهاش انجام خواهیم داد، نام مبارک یا خیرالفاتحین به معنای ای بهترین گشایندگان هست. نامی که نورش دروازه ها رو برای ما باز میکنه و به ما رخصت میده تا از این فضای سه‌بعدی به ادراک بالاتر و ابعاد بالاتر برسیم. نفس همیشه آدمی رو در نوسان نگه میداره. وقتی در نفس زندگی میکنیم یک روز حال خوش داریم، یک روز ناخوش هستیم و به این شکل پشت دروازه های ملکوت که میرسیم رخوت ممکنه که ما رو بگیره و این رخوت مانع بشه که بتونیم از این دروازه عبور کنیم. از نفس که بیرون بیایم ادراکات ماورایی ما از ملکوت آغاز میشه و ما دیگه انرژیمون رو از فضای سه‌بعدی دریافت نمی‌کنیم. چه در بحث جسم، چه روح و روان، از منبعی بالاتر و والاتر انرژی حیاتی خودمون رو دریافت می‌کنیم. ای بهترین گشایندگان گشایشی برای ما انجام میده که از ظلمت ما رو به نور میبره و ما رو ارتقا میده. گشایشی هست از ملک به ملکوت. گشایش نیکویی که در شأن نام پروردگار. با نام و یاد پروردگار مراقبه امروزمون رو آغاز میکنیم و پناه میبریم به او از شر شیطان رانده شده. نوری عظیم و قدرتمند از منبع بی پایان نام پروردگار، نام خیرالفاتحین، ای بهترین گشایندگان، از تاج سر شما وارد کالبد شما میشه. این نور تک تک سلول های شما رو در بر میگیره و در تمام اعضای بدن جاری میشه. این نور به سمت صورت، پشت سر، گردن، شانه ها و دست ها، قفسه سینه و شکم،
پهلوها و کمر، لگن و پاهای شما جریان پیدا میکنه. شما در ستونی از نور، در منشوری از نور بین زمین و آسمان قرار میگیرید. این نور تمام گره‌ها و وابستگی‌های ما رو که جلوی ورود ما به ملکوت الهی رو گرفته گشایش میکنه. این نور تمام بندهای ما رو گشوده میکنه و ما رو لایق ورود به ملکوت الهی میکنه. هر رنج و قبض و گرفتگی در بدن شما هست به کمک این نور از بین میره. بدن شما شادمان و آرام، بدون هیچ بندی سبک و رهاست. کالبد نوری خودتون رو مشاهده می‌کنید. بدنی درخشان از نور الهی. شما هم اکنون در برابر دروازه نورانی الهی هستید. با نور نام خیرالفاتحین پروردگار دروازه روبروی شما گشوده میشه. شما تابش نور عالم انوار رو می‌بینید. شعفی عمیق در قلب شماست که شما رو به عالم انوار دعوت میکنه تا با کالبد نوری خودتون در این عالم پرواز کنید. این عالم نورانی که مملو از انوار پروردگار هست قابل توصیف نیست.
از این دروازه عبور می کنید. تاریکی ها از شما پاک شد و شما به خانه برگشته اید. با قلبی مملو از نور خیرالفاتحین پروردگار اقرار می کنیم که هیچ نیرو و توانی جز از سوی خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست.